در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ نمایش محصولات کشاورزی بخشیده به 30 سال استقلالیت و رونق همکاری‌های حکومت تاجیکستان با شبکه آقاخان اوید به رشد دایر گردید که در آن خواجگیداران انفرادی، دهقانان و گروه استحصالی محصولات دستی خود را با نرخ نسبتاً ارزان پیشکش خریداران نمودند. در نمایش فروش همه آن دستاوردهایی که در طول فعالیت شبکه فوند آقاخان عملی کرده است در ولایت نشان داده می شود. در برابر این برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق هندوستان محصولات کشاورزی از دهقانان همکار از لایه‌هایی که در جماعت‌ها و نوع‌های مختلف عملی میشن محصولات آنها آورده شده است پیشکش هم خریداران و هم میمانان می‌کردند. در نمایش محصولات کشاورزی هم در سمت باغداری و هم در سمت محصولات پولیزی به معرض گذاشته شده، همچنین نمودهای گوناگون داروواری، معلول‌های مخصوصی که از گیاه و رستنی‌های شفابخش بام جهان تیار کرده می‌شوند پیشکش ساکنان گردانده شدند. من امروز بسیار شاد هستم چون که امروز انا با مناسبت 3 سالگرد استقلالیت در ولایت مختار کوهستان و بدخشان از تمام ولایت در اینجا یارمارک گرفته شده است. این بسیار نکات خوب است که می خلق بدخشان با نرخ ارزان، یعنی چقدر من دیده استادم در اینجا همه محصولات استحصال کننده صاحبکاران با نرخ ارزان فروخته می شود. من بسیار شاد هستم. با تشبث و کمک به واسطه برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستانی بنیاد آقاخان در قلمرو ولایت مختار کوهستانی بدخشان بیش از 3 سال است که گروه‌های استحصالی تأسیس داده شده به نگاهبین و کارکرد محصولات کشاورزی مشغول هستند. چنین یک گروه استحصالی در جماعت زنگ نویه اشکاشم تأسیس داده شد که به کارکرد میوه خوچ مشغول هستند. امروز در نمایشگاه محصولات کارخانه استحصالی خوچ نویه اشکاشم به سودا برآورده شد که امروزها طلبات اهالی به این گیاه شفابخش خیلی زیاد است. ما گروه با دستگیری همین برنامه گروه تکنولوژی دیگر را تأسیس دادیم. این گروه از 17 نفر عبارتند و محصولات‌هایی را که ما معرفی میکنیم از جهت اکولوژی تازه میباشند و با مردم ولایت اینا را معرفی کرده ایم. انگشت‌زار خیلی وسیع را داریم. خوچ هم می‌خریدگر مجموعه محصولات‌های خوچ نیالیا را اینچنین دیگه با دستگیری همین مجموعه برنامه نیالخانه ها را تشکیل کردیم. از بعضی همون نیالخانه ها با اینا را تقسیم کردیم با اعضای گروه. آهسته آهسته این افزایش میدیم و محصولاتش که از جهت اکولوژی تازه ما به مردم اینا معرفی میکنیم. همچنین محصولات استحصال خودی تلقان به معرض گذاشته شد که نمود غذا اصلا از گندم و رستنی پتک استحصال کرده می شود. این نوع محصولات خیلی مفید بوده. در دهه طولگاز نویه اشکاشم کارخانه خصوصی تشکیل گردید. طرف برنامه جانبداری انکشاف مناطق کوهستان برای ما برنامه ها را پیشنهاد کرده بودند. یک برنامه ما گندم پروری در جای طولگاز را تشکیل کردیم، در گرد این کار کردیم. این را از وی استحصال کردیم. این تلقان است که این را احیا کردیم برای بچه‌های معده و برای کدام وقتی که کار وزمین‌تر باشد و این استعمال میکنیم. این یک غذای سالم است. در برابر خاکه و معلول‌ها و دیگر انواع محصولات که همه استحصال خودی محصولات وطنی محسوب می‌یابند، دهقانان سبزیجات و میوه‌جات خود را در نمایش با نرخ دسترس به فروش برآوردند. ما دهقانان جماعت میرزاجان شیرینجان محصولات دستی خود را به فروش برآورده برای میرزاجان با نرخ ارزان می‌فروشیم. ما به مناسبت 30 سالگی استقلالیت همه هموطنان را تبریک و تهنیت نموده شکرگزار آنیم که در ملک ما آرامی و آسایش است. زنبور حاصل پروری یک سمت مهم و افضلیتناک ساحه کشاورزی به حساب رفته. امروزها کشاورزان زیادی به استحصال عسل مشغول هستند. سوریا بیگ دولتова ساکن ناحیه روشقلا که در خواجگی دهقانیش بیش از 40 عدد قوطی زنبور عسل دارد، نیز عسل تازه استحصال کرده‌اش را به فروش برآورد. به گفت این زن صاحبکار در یک سال 2 مرتبه عسل را به مقدار 600 تا 1000 کیلوگرم استحصال می‌کند. کشاورزان ناحیه روشقلا تصمیم گرفتیم که
در نمایش امروزه اشتراک کنیم و من عسل تازه را برای فروش آوردم و ما در خانه قریب 40 اویل زنبور عسل داریم و اصلا از این محصولات برای زندگی خود استفاده میبریم. در نمایش همچنین تکنیکا و تجهیزات کشاورزی که در طول صاحب استقلالی مملکت با دستگیری شبکه آقاخان اوید بر رشد و همکاری حکومت مملکت دسترس خواجگیداران گردید به نمایش گذاشته شد. از نمایش محصولات کشاورزی و هنرهای دستی ساکنان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضов، رئیس شهر خورخ میرزانباد علیشیر خدابردی و معاونان رئیس ولایت دیدن به عمل آورده به محصولات و دسترنج دهقانان و هنرمندان بهای ارزان نگذاشتند. در جریان نمایش دو ماشین مخصوص با یخدان تجهیزانیده شده برای به بازار شهر خورخ آوردن شیر و محصولات شیری برای گروه‌های مشترک منفعتدار از ناحیه‌های رشقله و روشان تقدیم گردید. در سن مرکز اسماعیلیه شهر خورخ دستاوردهای زیرساختارهای شبکه آقاخان با پیشنهاد هنرهای مردمی، خدمترسانی تلکومونیکاسیونی، فعالیت‌ها دایر به پیشگیری از آفت‌های طبیعی و دیگر دستاوردها به معرض گذاشته شد. رئیس ولایت و نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت و شریکان رشد به محصولات دستی بهای بلند دادند. پس از نمایش محصولات دستی و هنرهای مردمی در تالار مرکز اسماعیلیه شهر خورخ جمع آمد تنتنوی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. نخست منیجر منطقوی برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان خوجامیار خماریکوف برآمد نموده کل اشتراکداران و در سیمای ایشان تمام مردم تاجیک را به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شاد باش گفت. خوجامیار خماریکوف از تاریخ برپا گردیدن استقلالیت حرف زده افزود که بنابر موقعیت و شرایط خاصی که در سالهای اول استقلالیت تاجیکستان دچار آن شده بود، مخصوصا مناطق کوهستانی کشور زیر تاثیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت. از جمله مسئله امنیت آذوقه‌واری در مناطق کوهستان در حالت بحران وزنین بود. در چنین شرایط با سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان درهای تاجیکستان برای امدادگران بشردوست و خیرخواه گشاده شد و شرایط کاری برای آنها فراهم آورده شد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضов جهت برگزار نمودن چنین یک چاره‌بینی با شکوه و متنتن به افتخار جشن ارجمند ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای دستاندرکاران اظهار سپاس بیان نموده از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت ساکنان سربلند را به خاطر این صحنه فرخنده و مبارک تبریک گفته از خصوص تشکیل و فعالیت فوند آقاخان و همکاری حکومت مملکت یادآور شد. قید گردید که یکی از هدفهایی که سالهای اول استقلالیت پرزیدنت کشور قرار داد این همکاری با شریکان رشد می باشد. در زمان رسیدن به صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان و اوج درگیری‌های دهه اول سال 90 قرن گذشته باعث شده بود که وضعیت در سراسر جمهوری روز از روز مرکب‌تر می‌شد. تعداد فراریان اجباری از مرکز پایتخت و دیگر منطقه‌های جمهوری به قلمرو ولایت نیز امروزه زیاد شده می‌گرفت. تامینات اهالی با مواد نیاز اولیه چون در دیگر منطقه‌های کشور وزنی شده بود. یکی از اولین شده در سال 1993 بنیاد آقاخان با کمک‌های امداد طریق برنامه امداد و انکشاف پامیر در تاجیکستان آغاز به فعالیت نموده و ارائه کمک‌های بشردوستانه مواد غذایی اقدام کرد. رئیس ولایت قید داشت که آن دستاوردهایی که دوام 30 سال صاحب استقلالی در ولایت مختار کوهستان بدخشان عملی شده ایستادن به سابقه میباشند. از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولت ولایت مختار کوهستان بدخشان همه شما و در سیمای شما کل مردم تاجیک را با فرا رسیدن عید خیلی مقدس، عید خیلی پرفیض 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نمودم و همه شما تنیسیت خانه آباد و بر کشور عزیزمون سر و ثبات و پرپشتگی تمنا دارم. می‌خواستم از نام خودم، از نام مقامات حاکمیت دولتی شهر، ولایت، ناحیه‌ها و همون نفرانی که در برپا نمودن همین نمایشگاه در به انجام رساندن کارهای مهمترین در مدت این 30 سال تشکر صمیمی خود را رساندم. بار دیگر به سمت شما
اون نقطه‌های مهم این همکاری را رسوند. وقتی که پیشوای ملت جناب والی وسط قدرت آمدند و مسائل کلیدی درباره برقراری صلح و توشتان، برگزیدن غذا، تشکیل دولت، نجات ملت حرف زدند. بسیار اکسپرت‌های دنیا این فعالیت‌های پیشوای ملت را تحلیل کردند و گفتند که یک کار کلیدی که در همون دوره جهانی محترم امام علی رحمه کرده توسن از کل امکانیت‌ها استفاده بردن تا که در مملکتش تنجی باشد، امانی باشد و آبادی باشد. و در قطار همون کوشش‌های پیشوای ملت یکی از مسائل کلیدی که منبر کردن این همکاری نمودن با شریکان، با تشکیلاتان، با قوای سالم، با آدمان بانوشوز که مردم و نیت دارند و حساب می‌روند. و گفتن که در همان سالهای جوانی جناب عالی توانستند پیشگویی کنند که با کی کار کنند، با کی شریکی کنند، از کی دست کشند. در فرجام چهاربینی برنامه رنگین کنسرتی از جانب صنعتکاران ناحیه اشکاشم و گروه ایها منظور اشتراکداران گردانده شد.